جوانای عزیز، عبدالله رهنما، ما شما را توصیه میتونم همین برادر را گوش کنین. در فیسبوک بنویسید فعال، در سایت های اینستاگرام کم دیده می شود، در یوتیوب کم دیده می شود. در فیسبوک عبدالله رهنما میزنی میبروی عبدالله رهنما. بهترین سخنا، بهترین موضوع بهر وطن، بهر یک پرچم ما، بهر یک مقصد که سخنهای وطن دوستانه که عبدالله رهنما میگه. اقلا ما جوانو کتاب نمیخونیم، همین خیلی برادرها را گوش کنیم، همین خیلی استادا را گوش کنیم، یک چیزی خوب به خودمون بگیریم، یک عبرت شوم مودم. همین خیلی استادا، هم خیلی انسانا. ما استاد خاطر یک بار دو بار وا خوردگیم، یک بار در صحبتش نشستم، خیلی وا خوردم و در صحبتش یک بار در خوجان وا خوردیم، خیلی یک مجلس خوب کرد، یک جمعیت خوب بود، سخنای خوب گفت. من ای همونجا استادم کجای دیگه ببینیم یک بار میدارم تماشا میکنم. من همین روز پس عیبت در خونم بیکار بودم و در فیسبوک فقط همین را تماشا کردم، باور میکنید حلاوت بردم، به طرف ایستادم نتونستم و خستم همین برنامه را کردم. من شما را توصیه میتونم فیسبوک دا بدارین، همین برادر را تماشا کنین، سخنای خوب، گپای خوب بختانه بگیرین برای آینده اختان، برای آینده وطن و ملت ما در کار. زنده و سربلند باشید، در کجای باشید نباشید، خداوند نگهبانتان. عبدالله رهنما در خدمت همه ما و شما در فیسبوک بدارین، البته سخناش گوش کنین، چی سخن میگه بختانه عبرت بگیرین. 11.5 سال زندانی شد اما کسی که سرباز وطن رو به لغت زده است. این معنا شده است که دولت گناه نمی بخشد. این شما اخبار فیسبوک و اینترنت ببینید، هر روز جنگ میشه، دیگر میزنه، میگه بازداشت شد 5 روز یا 10 روز به جزای ماموری حبس شد، ولی اینا 11 سال او بچهای مایدش 7 سال 8 سال دادن. یعنی این سختترین جزا، چون که این سرباز زدن، به سری سرباز زدن، به میان سرباز زدن، یعنی به سری وطن، به میان وطن زدن، انا میخواه قبول کرد دولت ما. و سختترین جزا برابر آدم کشی حکم دادن به اینو. یعنی سرباز یک شخص مقدس است، افسر یک شخص مقدس است. وقتی سرباز رو زنند، روحیش شکنند، شخصیتش شکنند، او اگر پهلوان هم باشه او قهرمانی کرده نمیتونه. بنابراین نه تنها جسم سرباز، روحیه سرباز، غیرت سرباز، ناموس سرباز هم موضوع حمایه وطن است. از امین رو وقتی که همو حادثه شده بود و یک نواری لطوکوبی سربازو برآمد، من در همون شب یک شعر نوشته بودم، شاید تا گوش همه شما رسیده است. اونجا گفته بودن که تو چونین بر سری سرباز نزن. همین را شنیدید؟ سری او فرق سری این وطن است. یعنی سری سرباز سری این وطن است. سری او شکند، سری وطن هم شکند، چون وطن به صاحب میشه. کمرش رو مشکن، کمری او کمری این وطن است. جگرش رو تو لگد کوب نکن، جگری او جگری این وطن است. مادر او را به وطن بسپرده است که از این پس پسر این وطن است. شرفش را تو چنین پست مزن. یعنی سرباز یک شخص مقدس است، افسر یک شخص مقدس است. همین یک سنت قدیمی ما در دولت داری هست، در دوره کوروش کبیر. ولی شما فکر میکنید که همین لباس حربی شما از روسا و از اروپایی ها یاد گرفته نیست. همین لباس حربی یک خیله لباس نظامی رو این نیاگان ما اختراع کردن. در دوره هخامنشی ها، در دوره کوروش یک قانون برآمده بود، گفته بود که کسی برای وطن خدمت میکند،
کسی به صف ارتش می رود، کسی وطن رو حمایت میکند، کسی وعده میدهد که جانم رو برای وطن میسپارم، همون به او یک لباس علایده میدادند، انا خیلی رنگ و همین لباس تمام وقت پوشیده میگشت و وقتی که با همین لباس در کوچه پیدا میشد میگفتن که انا فدایی وطنم، چون میگفتن که این برای وطن، برای حمایت ما خودش رو بخشیده است. همین لباسی که پوشیده است این کفنش است، این علاقه تیار است که برای وطن از جانش گذشت کند. بنابراین این لباس مقدس بود در فرهنگ ما.